روستای معین‌آباد، شهرستان پیشوا، استان تهران. اینجا دهانه غار نیست، حفره‌های چند متری زیر زمینه که تو دشت ورامین ایجاد شده. خب این زمین چجوری داره از بین میره؟ گاه عمق چاله ها به بیش از 10 متر میرسد و گاه شکاف ها عمق را رها می کنند و در طول گسترش می یابند. این تازه جز شکاف های جدیده ها. روستاهای کرمان برداشت های بی‌رویه دشت های شمالی استان کرمان را ممنوعه کرده، یعنی آب به شوری رسیده است و دیگر آب شیرینی در کار نیست. همدان دشت همدان توی 10 سال گذشته تعداد فروچاله‌هاش خیلی زیاد شده. شمال شرق کشور دشت مشهد. کاسه دشت مشهد و اینا سطح آب زیرزمینی در زمانهای مختلفن. 1350 این بالا بوده، 1384 اینجا بوده. الان دیگه داریم میرسیم به آخراش. این وضع هشدارآمیز شهرها و دشت‌های کشور حاصل برداشت بی‌رویه آب است. در کشور تاکنون بیش از 463 هزار حلقه چاه بهره برداری در کشور داریم که پروانه دارند. بیش از 300 هزار حلقه چاه هم غیر مجاز در کشور هست. این آمار رسمی است. اطلاعات غیر رسمی چیز دیگری میگویند. استان فارس، شیراز. هیچیش مجوز همش غیر مجوز. برداشت‌های بی‌رویه از آب زیرزمینی کار رو به اونجا رسونده است که ما ذخایر استاتیکی که در کشور در آب‌های زیرزمینی داریم و نباید به اون دست می‌زدیم 110 میلیارد اون رو از بین بردیم. برداشت بی‌رویه آب اگر مدیریت نشده و افسار گسیخته ادامه یابد منتظر بروز حوادث غیر مترقبه باید شد. اگر زیر جاده، زیر اتوبان، زیر ریل قطار، زیر شهر و زیر نیروگاه اتفاق بیفتند میتونه نگرانی‌های بزرگی رو برای کشور ایجاد کنه. با افزایش گلخانه‌ها، آبیاری قطره‌ای، جلوگیری از توسعه کشت، آمایش سرزمینی و برخورد قاطع با متخلفان میتوان مرگ تدریجی دشت‌ها را کندتر کرد. فقط این رو به عنوان یک زمینشناس خدمتتون اعلام میکنم. نگرانی‌های ما راجع به فرونشست زمین که پنهان است بیش از زمین لرزه است. زمین لرزه که اتفاق میفته در یک شهر، اون شهر رو هر چند سخت، هر چند دردناک میشه بازسازیش کرد. اما دشتی که فرونشست، آبخوانش رو از بین برد، هیچ وقت دیگه آباد نمیشود.